سلام، این ویدیو را از استودیو اپ ریویو تماشا می‌کنید. یکی از ویژگی‌های بارز ما انسان‌ها زندگی اجتماعی و تعامل با دیگرانه تا به این وسیله بتونیم بعضی از نیازهای خودمون رو رفع کنیم. این موضوع در عصر حاضر تکامل پیدا کرده و شبکه‌های اجتماعی مختلفی به وجود اومدن تا به محلی برای گفتگو و اشتراک گذاری اطلاعات بین میلیون‌ها کاربر تبدیل بشن. شبکه اجتماعی با هم که در این ویدیو به بررسی اون پرداختیم، فرصتی برای کاربران ایرانی فراهم کرده تا در همه لحظات زندگی با هم باشن. اگه به دنبال دفترچه‌ای پر از متن‌های دلنشین، عکس‌های جذاب و ویدیوهای دیدنی هستید، ما شبکه اجتماعی با هم رو به شما پیشنهاد می‌کنیم. این اپلیکیشن هزاران کاربر فعال داره که روزانه پست‌های زیادی رو منتشر می‌کنن تا بقیه بتونن اونها رو در برگه جدیدترین‌ها یا پست‌های داغ ببینن. برای اینکه تعامل بین کاربران این شبکه اجتماعی بیشتر بشه، برای هر پست امکاناتی مثل لایک و ثبت نظر قرار داده شده و حتی قابلیت دانلود یا به اشتراک گذاری تصاویر هم وجود داره. همونطور که میدونید، هشتگ ها در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بسیار مهم و پرکاربرد هستند و به همین دلیل در با هم به اونها توجه ویژه‌ای شده. شما میتونید در بخش ویژه ها پست هایی با موضوعات خاص رو پیدا کنید که بر اساس هشتگ دسته‌بندی شدن. جالبه بدونید که در این اپلیکیشن امکانات ایجاد کانال و گروه با لینک و آیدی اختصاصی هم وجود داره که لیست اونها در بخش‌های جداگانه‌ای به کاربران نشون داده میشه تا بتونن به عضویت کانال یا گروه دلخواه خودشون در بیان. یکی از قابلیت‌هایی که همه کاربران انتظار دارن در شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشه، امکان چت یا گفتگوی خصوصی بین اعضاست که خوشبختانه در با هم پیش بینی شده. شما میتونید با لمس عکس پروفایل دیگران، صفحه مشخصات کاربری و سایر اطلاعات شخصی کاربران رو ببینید و در صورت تمایل اونها رو دنبال کنید. با این کار، آیکونی به سربرگ صفحه پروفایل اضافه میشه که برای ارسال درخواست چت مورد استفاده قرار میگیره و در صورت قبولی از طرف شخص میتونید گفتگو رو شروع کنید. در محیط چت هم امکانات کافی مثل ارسال انواع پیام‌های متنی، صوتی و تصویری یا انواع شکلک‌ها و استیکرهای جالب وجود داره. حالا که با بخش‌های مهم این اپلیکیشن آشنا شدید، اجازه بدید نحوه ارسال پست در شبکه اجتماعی با هم رو به شما نشون بدیم که برای این کار کافی آیکون مدادی شکل رو در سربرگ لمس کنید. انتخاب نوع پست از بین دو حالت خصوصی و عمومی، قرار دادن هشتگ دلخواه و افزودن عکس و کلیپ به نوشته از امکاناتی هستند که برای ارسال پست در اختیار شما قرار میگیره. بعد نیست به عنوان آخرین قابلیت‌های پرکاربرد این شبکه اجتماعی، به دسته‌بندی پست‌ها بر اساس جدیدترین، داغ‌ترین و کلیپدار، امکان ایجاد صفحه اختصاصی با تعریف شرایط عضویت و ارسال پست و تنظیماتی برای بهینه‌سازی مصرف اینترنت و دریافت اعلان اشاره کنیم. باید اقرار کنیم که شبکه اجتماعی با هم محیطی شاد و سالم برای کاربران ایرانیه که همه اقشار جامعه میتونن از اون بهره مند بشن و لحظات خاطره انگیزی رو در کنار هموطنان خودشون تجربه کنن. این اپلیکیشن امکانات متعددی داره که به دلیل طولانی شدن ویدیو قادر به ذکر همه اونها نیستیم، اما یقین داریم که استفاده از این امکانات برای شما جذاب خواهد بود. پس پیشنهاد میکنیم که شبکه اجتماعی با هم رو از کافه بازار دریافت کنین و با پیدا کردن دوستان جدید در سرتاسر ایران از گشت و گذار در اون لذت ببرید. تیم توسعه دهنده این اپلیکیشن منتظر نظرات سازنده شما هستند تا کیفیت این شبکه اجتماعی رو هرچه بیشتر ارتقا بدن. سربلند و پیروز باشید.